مرکز مطبوعات کمیته التهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شهروند 56 ساله قزاقستان رافائیل نوسیروف روز 27 مای سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 هنگام پرواز با پراپلان به سبب‌های نامعلوم در کوههای اطراف دهه یوروز دره رومیت واقع در کنار شهر وحدت به هلاکت رسیده است. برای انجام عملیات جستجویی نجات بخشان از ریاست خدمات مخصوص نجات و جستجوی کمیته التهای فوق‌العاده تاجیکستان به جای حادثه سفربر کرده شدند. در نتیجه عملیات جستجوی نجات بخشان روز 28 مای سال 2024 جسد شهروند قزاقستان را در کوههای یوروز پیدا کرده با استفاده از وسایل مخصوص از کوه پایان فرآوردند و به دست مقامات مربوطه سپردند. کمیته التهای فوق‌العاده تاجیکستان به خاطر پیشگیری از چنین حادثه‌های ناخوش به همه دوستداران این نوع ورزش و استراحت خاطررسان کرده است که پرواز با پراپلان یک نوع ورزش اکستریمالی پرخطر به شمار می رود و باید در آب و هوای مناسب انجام داده شده. پرواز کنندگان باید حتما در سر شلم و با خود دیگر وسایل تامین بی‌خطریشان را داشته باشند. همین طور هر نفری که به پراپلان سوار می شود باید یک چتر یا پاراشوت احتیاطی مناسب وزنش داشته باشد. در سالهای آخر شماره افزاینده سیاحان از کشورهای مختلف به تاجیکستان از جمله برای انجام پروازها با پراپلان و از آسمان تماشا کردن زیبایی‌های کوههای این کشور می‌آیند. مرگ شهروند قزاقستان در کوههای دره رومیت نخستین حادثه مرگ سیاحان خارجی دوستداران نوع اکستریمالی ورزش و سیاحی در تاجیکستان در سال جاری است. اما نخستین سیاح خارجی که هنگام پرواز با پراپلان در تاجیکستان جان خود را از دست داد بایکر و جوانگرد روس پاول چرنوف معروف به پاول متواز یا پاشا متواز بود. متواز که 38 سال داشت 2 سپتامبر سال 2022 هنگام پرواز با پراپلان در کوههای دره خرنگان نویه ورزوب واقع در تقریبا 25 کیلومتری شمال دوشنبه به هلاکت رسید. پاشا متواز همه پروازهای خود را با ویدیو کامera در لباسش نصب شده ثبت میکرد. او از جمله پرواز روز 9 سپتامبر انجام داده‌اش را در خرنگان نه فقط ثبت کرد بلکه آن را درست کرده در حجم 16 دقیقه در کانالش در یوتیوب گذاشت. صبح 2 سپتامبر در خرنگان کامرای پاول متواز پرواز آخرین او را هم ثبت کرده است، ولی مرگ به او دیگر مجال درست کردن و در اینترنت گذاشتن این ویدیو را نداد.